برای آدم انشالله با فهم همون یک اشارهش خودش کفایت میکند. از خدای مهربان دعاگوی و غریبین، شما با مسافرین در حق این مردم تاجیکستان هم دعا کنین. و خدای مهربان شکرگزاری میکنیم که امروز در ملک ما این بیماری نیست برادر عزیز، و همه را میبینین در چهرهاش یک تبسم، در مردم میبینی یک خرسندی. امروز شکر خدا میکنیم که بین در همین حاضره وقتی که هستیم قرار داریم، اکثر مسجدها را بینین در ازبکستان، در قزاقستان، در دیگر ملک ها بسته شدن، لیکن در ملک ما رفتن نماز جمعه مون خوانده استیم، 5 وقت ها را خوانده استیم. الله را بسیار سپاسگزاری میکنیم که این هم یک لطف خدا است، این هم یک مرحمت خدا هست که امروز در ملک ما برادر عزیز و گرامی از همین مشکلات، از همین سختی وجود ندارد. شما با مسافرین دعا کنین با در حق این مردم هم که ما از اینجا در حق شما دائم برادر عزیز دعاگو هستیم. و خدا خواهد خیلی که وعده کردم روز سه شنبه برادران عزیز از ساعت 9، همین 9 که در همین تاجیکستان ما قرار داریم، این از ساعت 9 سحر من برای شما بیشتر از 40 دقیقه صحبت داشتم. انا که چی سوال هایی که باشد برادرای عزیز در همین شبکه‌ای که از من برآمد کردم شما روان کنین. خدا خواهد من هفته آینده از روز سه شنبه از ساعت 9 ممکن تا یگان ساعتی با شما در سوالهاتون پاسخ میگردانم. خداوند در پناه رحمت و عصمتش نگهبانتون باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و مرام هایی که شما داریم با فضل کرمش حاصل گردانه و از خدای بسیار مهربان خواهان او هستم که خداوند محبت ما را، میل ما را، خواهش ما را به سوی دینش باز هم زیاد بگردانه و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کند و بیماری های ما و شما را خداوند شفای کامل دهد و علی خصوص بیماری هایی که امروز برادران ما و شما گرفتار شدن خداوند شفای کامل شانتیه و آنهایی که بیمار نیستند خدای مهربان از این بیماری نگهشان می‌دارد. برادران عزیز و گرامی در این لحظه هایی که قرار داریم میخواستم یک حدیثی را از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سمع شما رسانم و ان شاء الله در گرد این حدیث برای شما من معلومات میتیم و خدا خواهد تا انجام همین حدیث برادران عزیز و گرامی هر سوال هایی که اگر امروز من برای شما یک حدیثی را معنا میتونم و در روزهای سه شنبه خدا خواهد باز از همین ساعت های 9 سوال هایی که شما رو روان میکنین ان شاء الله من دفعه اوهاتون میگم. امروز به خاطری که من بار اول مقصد با شما روبروی ایستاده و گپ میزنم میخواستم معنای یک حدیثی را هم که گویم ان شاء الله اینشم از نفع و اینشم از ثواب خالی نیست. برادران عزیز و گرامی حدیثی را که من برای شما میخواهم بیان کنم این حدیث امام مسلم است که با روایت مالک حارث ابن عاصم اشعری رضی الله عنه است. پیش از آن که این حدیث را برادران عزیز من برای شما خوانم دانسته باشین که امام حیثمی رحمت الله علیه و همچنان امام نووی رحمت الله علیه این عالم های بسیار معروف و مشهور گفتن این حدیث کنند و این را برای خود همچون یک دستور عمل در حیات قرار میتین
برادران عزیز و گرامی، این حدیث بسیار در دینداری ما، بسیار در اعتقاد ما، بسیار در بندگی ما خیلی تأثیری کلانی رو میگذارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الطهور شطر الایمان والحمد لله تملأ المیزان و سبحان الله والحمد لله تملان ما بین السماوات والارض و الصلاة نور و الصداقة برهان كل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. متن حدیث برادران عزیز تا اینجا هست. میپردازیم بر معناهایی که در این حدیث هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود الطهور شطر الایمان. برادران عزیز و گرامی، طهور به معنای طاهری، به معنای پاکی. پاکی نصف دین هست. در گرد این طاهری نصف دین است برادران عزیز خیلی و خیلی علما قولهای زیاد دارن. از آن جمله بعضی ها گفتن مراد از طاهری که نصف ایمان است معناش این است که طاهر بودن از شرکیات، یعنی پاک بودن، خالی بودن از شرکیات، همچنان از خرافات، همچنان از بدعت، یعنی هر چیزی که برادران عزیز خلاف گفته خدا و رسول هست، وقتی بنده مؤمن از آنها خودش خالی نگه می دارد، پاک نگه می دارد، گفتن معنای این الطهور شطر الایمان همین است. و بعضی از علما برادران عزیز گفتند که مراد از طهور شطر الایمان طاهری نصف از ایمان هست. معناش این است، میگد که گپ در سری همون طهارتی که ما و شما میکنیم، میگد گپ سری همین میرود، یعنی دلالت بر همین میکند که بنده مؤمن باید دائم پاک باشد، دائم مقصد پای به طهارت باشد. در این راستا هم ما برادران عزیز حدیث های زیاد هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که با روایت حضرت عثمان ابن عفان که این داماد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که عثمان ذی نورین، یعنی دو دختر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به نوبت که در نکاح حضرت بودند، راوی حدیث حضرت عثمان است و این حدیث رو هم امام مسلم میارد. حضرت عثمان فرمودند که پیامبر گرامی فرمود من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده حتی تخرج من تحت اظفاره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که هر کسی که طهارت میکند، هر کسی که برادران عزیز طهارت میکند، طهارت وجود دارد که هر یک اعضا را 3 بار شستن، این بنده خدا از جسد همون انسانی که طهارت میکند، از جسدش هر یک خطاهایی که در جسد همین بنده بود
خواه در دستش بود، خواه در چشمش بود، خواه مقصد در زبانش بود، خواه در پایهاش بود. پیامبر نازنین گفتن که خطاها گفتن لغزش‌هاش از همین عضوهاش، از همین اعضاهاش پاک می شود. حتی بینین گفتن حتی تخرج من تحت اظفارهی، حتی خطا یا لغزشی که در زیر ناخنش باشد حتی وی هم بیرون می شود. برادران عزیز و گرامی، این حدیث حقیقتا برای گوش کننده و برای خواننده بسیار الهامی میبخشه. بسیار یک گویم مثل که بر یک کار میخواهی که تیزتر انجام بیابد، انسان بعد شنیدن این حتما میگوید من ایرا برای خودم باید وظیفه کنم و دائم پای به طهارت باشم. اگر شما اهمیت داده باشین برادران عزیز، گاه گاه اگر نفر اگر خواهد که گذراند یا او را باور کنی، وقتی که یگان سخنی را میگد و بعد در عقیبش چی میگه؟ میگه برادر عزیز باور کن من پای به طهارتم. یعنی پای به طهارت بودم برادران عزیز و گرامی. بینید که حتی انسان با پای به طهارت بودن هم یعنی اقرار میکند که من یعنی در همین منزلت، در همین حالت قرار دارم که من یعنی باور کنید شما. از این لحاظ یعنی انشاءالله حقیقتا این سخنم چه سخنی بلندی هست که انسان وقتی که پای به طهارت باشد. دیگر حدیثی که داریم جناب اتفاق علیه میگویند که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بود است که ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. پیامبر ما گفتن که خداوند روز قیامت امتهای من را وقتی که فریاد میکند غرا محجلین، یعنی امتهای من همون عضوهای را که شستن، مثال دستاشون بود، پایهاشون بود، چهره هاشون بود، پیامبر نازنین گفتن که محجلین یعنی اونها جلا میتن. گفتن در بین امتهای دیگر حتی یک تمثیل و یک همانندی هم پیامبر کردن که اگر در بین اسبهایی که همه اسبها مقصد سیاه باشند ولی در بین اونها یک اسبی که پیشانش سفید باشد آیا شناختن وی آسان است؟ گفتن بلی آسان است. گفتن امتهای من در بین جمع امتها مثل نفرهایی هستند که انمون چهره هاشون، دست هاشون برادر عزیز، پای هاشون هم که اینها امتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. یعنی خوش به حال برادرانی که همیشه دست ها را و یعنی همیشه پای به طهارت که هستند. خدا خواهد روز قیامت هم جلا میتید و در دنیا هم برادران عزیز این از جلا و از همون زیباگی خالی نیست. حتی من خواندم در حدیث ها که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر هر کسی که در دنیا پای به طهارت بگردد یک مبادا یک مرگ ناگهان از بندش بگیرد، برادران عزیز و گرامی این حالت میگه اگر انسان به هم عبد و رسول نرسد، یعنی این کلمه هایی که گوییم هر کسی در آخری از عمرش یا آخران کلمه های یا جمله هایی که در دنیا از زبان انسان بیرون شود، پیامبر نازنین گفتن من کان آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که اگر وی کلمه لا اله الا الله آخران سخنی از دنیای او باشد او داخل جنت می شود. یعنی اگر مبادای برادران عزیز ما این کلمه را گفتن نتوانستیم و یک حالت آمد که یک مرگ ناگهانی در حال گریبان ما را گرفت، اگر پای به طهارت باشیم میگه این طهارت تو جایگزین یا جای نشینی انا همون
کلمه زیبایی که تو را جنت میبرد میگه جاینشینی انا همون کلمه میشود. از این لحاظ اینم دلالت برادران عزیز بر همین میکند. یا انسانی که میگه خواهد که توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله گفته از با همین کلمه از خانه بیرون شود و پای به طهارت باشد، به هر مقصدی که بیرون شید هر آینه میگه مقصد او برادران عزیز حل میشود، یعنی او انشاءالله کارش تمام میشود. از این لحاظ حتی جناب حضرت عمر حدیثی را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسانید که هر کسی که طهارت را کرد و بود کرد و بعد طهارت را تمام کردن گفت که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بعد طهارت تمام کردن میگه هر کسی این کلمه را گوید که این را هم امام مسلم از نام حضرت عمر میارد، میگه وقتی این را گوید الا فتحت له ابواب الجنه الثمانیه یدخل من ایها شاء. میگه بعد گفتن این کلمه الله 8 در جنت را بر بالای این بندش گشاده میکند، از هر دری که میخواهی وارد جنت شود. بعد شما طهارت کنید، خواه خواهرای عزیزی ما باشد، خواه مادرای عزیزی ما باشد، خواه برادرای عزیزی ما، شما همیشه هیچگاه خوف و خطر و مرگ رو از نزد خود دور ندانید، زیرا که برادران عزیز و گرامی شاعر عرب میگه الموت یأتی بغتة، مرگ ناگهان به سراغ انسان میآید. اگر خوش به حال مون که اون زمان برادران عزیز ما پای به طهارت باشیم. برای همین این سخنی که من دیگری خوندم که ملائکه ها در حق انسانی که پای به طهارت باشند در حق او همیشه طلب مغفرت میکنند. دوام حدیث همین برادران عزیز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که والحمد لله تملأ المیزان و سبحان الله والحمد لله از باب فضیلتی ذکر می رود. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که این کلمه الحمدلله و این کلمه سبحان الله برادران عزیز و گرامی این تملأ المیزان، یعنی روز قیامت برادران عزیز و گرامی همون ترازوی اعمال ما را سنگین میکردگی انا همین کلمه های الحمدلله، سبحان الله، لا اله الا الله که افضل ذکر لا اله الا الله هست. وقتی که ما ایرا برای خودمون برادران عزیز درس میکنیم یا وظیفه میکنیم یا دائما به زبانمون اینها را که میکنیم، اینها ترازوی همون روز قیامت ما را بسیار پله ترازوی ما را بسیار سنگین میکنند. حسن بصری برادران عزیز بسیار سخن زیبا داره، میگه الله را من سپاسگزاری میکنم که خدای مهربان برای ذکر خودش، برای یاد خودش جای را مخصوص نگردانید. یعنی چگونه ای که برای حاجی عنوان حاجی گرفتن یا حاجی شدن خدای مهربان مقصد خاص کعبه را جای مخصوص گردانید که تا انسان اگر مکه نرود، گردی خانه کعبه طواف نکند یا در عرفات برادرای عزیز شرکت نکند، او مقصد هیچ وقت حاجی نمی شود یا پاداشی حج را گرفتن نمی تواند. یعنی برای حج خداوند بین ماه مخصوص و همچنان روزهای مخصوص و هم مکان مخصوص را انتخاب کرد. ولی حسن بصری میگه الحمدلله که برای ذکرش جای مخصوص را خدای مهربان انتخاب نکرد. اگر برادرها الله مهربان میگفت که مرا برای یاد کردنم شما مدینه منوره باید روید یا مکه مکرمه روید یا یک شهر دیگر را نام میگیرید، چقدر برای مسلمان ها گران بشید. برای شما بینید در کجایی که نشسته باشین
در کجایی که دراز کشیده باشین، در کجای کار میکنین، در کجای دکانی که نشسته شما میتونین که مقصد در زبانتان الحمدلله، الله اکبر، هر جایی که شما گوین الله مهربان این یاد این ذکر از همه شما قبول میکند. داوود طایی رحمت الله علیه که اینم یکی از عزیزای خدا هست، این کس چی میگد؟ میگد که هر کسی که در دنیا اگر با ذکر خدا باشد، با یاد خدا باشد، همیشه مقصد زبانش آلوده سبحان الله، الحمدلله، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، لا اله الا الله، الله اکبر، وقتی آلوده این کلمات ها باشد، میگد که اینها میگد در وقت آخری که از دنیا میگذرن اذیت تشنگی را نمیکشند. برادرای عزیز، یعنی انسانی که در دنیا اگر با ذکر باشد، با یاد خدا باشد، آخران مرحله ای که انسان دنیا میگذرد، برادرای عزیز، عزیزای خدا میگن یاد خدا باشد، میگه ان همین آدم از همین اذیت، از همین عذاب این آدم خالی است. یعنی این اذیت تشنگی را میکشد. ببینید چه فضیلت های برادرای عزیز و گرامی الله مهربان برای ما و شما عطا میکند هرگاهی که ما پایبند اگر یاد از یادهای خدا باشیم. ولی بین حبیب خدا میگفت کلمتانی خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان. پیامبر ما دو کلمه هست که بسیار ایره الله دوست می‌دارد. دو کلمه هست که به زبان گفتنش پیامبر میگه بسیار آسان است، ولی با دیگر خاصیت یا فضیلت نیکی این دو کلمه این است که ثقیلتان فی المیزان، در روز قیامت بسیار بسیار این سبحان الله العظیم. کسی این کلمات ها را برادرها اگر سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم ایرا گوید، این بشارتی که در حدیث آمده است، البته اون چی است برادر عزیز؟ وای ایرا صاحب می شود. خدا رحمت کنه ثابت بنانی را که هم یکی از دوستای خدا بود. این کس می گفت که من می دانم که کدام وقت خداوند مرا یاد میکند. این کدام وقت خدا مرا یاد میکند من می دانم. مردم می گفتن که تا از کجا می دانی که الله مهربان کی ترا؟ یعنی هرگاهی که ما با یاد خدا باشیم برادران عزیز، شما دانید که الله هم در یاد شما هست، خداوند هم شما را یاد میکند. حتی حضرت عبدالملیح که یکی از دوستان خدا بود میگد که وقتی که با سبحانه و سبحان الله و الحمدلله که وقتی داخل میشید و به ذکر مشغول میشید، میگد در وجد میومد، یعنی بسیار متاثر میشید. میگفتن حضرت در حالت ذکر تو تماما حالت گم میکنی. آخر میگوش عزیز و گرامی، یعنی این حدیثی که من خواندم و الحمدلله تملأ المیزان و سبحان الله و الحمدلله تملان ما بین السماوات و الارض، این دلالت بر همین یاد خدا و ذکر خدا میکرد. از این لحاظ خدا رحمت کرد حضرت وهبه، او میگفت که من تعجب میکنم، حیران میشم بر کسانی که یک نفر از دنیا میگذرد او جسدش مرده است، بر او گریه میکنند، ولی نفری که زنده است قلبش مرده است برای او گریه نمیکنند. یعنی برادرای عزیز، نفری را که حتی پیامبر در حدیث دارد که در حدیث مبارک از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمده که مثل الذی یذکر ربه و الذی لا یذکره مثل الحی و المیت. هر کسی که اگر مرده است، برای همین برادران عزیز هیچگاه از یاد خدا غافل نباشید. این قدر میگه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدا را زیاد یاد کنی که حتی بیننده گوید که این آدم هوشیار نیست، این آدم دیوانه است. تا این اندازه را ما را برادران عزیز تاکیدها آمدگی است. خدای مهربانم در قرآن یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. خدای مهربان میگه همیشه ما را زیاد یاد کنید.
حتی از سحر تا بگاه یادم کنیم. ولی امروزها باز این مشکلاتی که تمامی روی عالم فرا گرفته است و این بیماری که دنیا را فرا گرفته است که اکثر مردم امروز گوییم در خانه ها نشستند، یعنی گوییم با اصطلاح موزه کرانتینی که اعلام کردن و مردم در خانه ها نشستند. بسیار بسیار برادرای عزیز، این لحظه های غنیمت است. شما در خانه ها که نشستین بیشتر به یاد خدا مشغول شوید. دوام حدیث چی میگه؟ و صلات نورون. پیامبر گفتن که نماز نور است. البته برادر عزیز، این نور هست هم برای خانه قبرمون، هم برای مقصد دنیامون، هم برای آخرتمون. نماز برادر عزیز نور است. و دیگر عزیزای خدا از اون جمله عبدالقادر بیدل میگفت که نقش معکوس نگین از سجده می آید درست، سرنوشتی واژگون را راست می سازد نماز. ولی بینین میگد همین وقتش در انگشتری ها بود و در نگین انگشتری مهر بود، پیچت. میگه بینین که وقتی که همین مهر، همین انگشتری را می آوردن خمش میکردن، یعنی وای رکوع میکرد، وای سجده میکرد، وقتی که میگذاشتنش بالای همون ورق، اون چی در داخلی همون مهر بود مقصد بالای ورق دا خودش آشکار میکرد. یعنی انسانی که وقتی که رکوع میکند، وقتی سجده میکند، معناش همین است که این آدم الله را شناخت. این آدم در داخلش خیلی که مهر در داخلش چی حرفی که بود بالای همون کاغذ آورد، انسان هم در درونش اون محبت و میلی که داشت و در رکوع و در سجده مقصد نشان داد که من محب الله هستم، من مطیع الله هستم و میخواهم که از این خم و راست شدن از الله مهربان پاداش و ثواب بگیرم. برهان هست. برهان به معنای حجت هست که من آدم ایمان دارم. وقتی میبینین یک آدم صدقه میکند، احسان میکند، برادرای عزیز، این معناش چی است؟ معناش همین است که این آدم همون دعوایی که میگد من الحمدلله مسلمانم، انا همون دعواش حقیقت دارم. که این آدم بینین که در تاجیکای ما میگن که پول دادن و جان دادن برابره. ولی وقتی اگر آدم ایمان باشد، انمون وسواس شیطانه، انمون مثال گوییم خواهشات نفسانی که او را نمیگذارد که این احسان کند، خیر کند، همین آدم در مقابل او با ایمانش ایستادگی است، با عقیده درستش ایستادگی است. به این خاطر پیامبر میگه صدقه این برهان است. برادران عزیز و گرامی، صدقه هم ولی چگونه ای که من قید کردم که امروزها برادرای عزیز برای آدمانی که در خانه نشستند و بسیار یک حالت غنیمتی هست که مردم به ذکر مشغول شود. امروز هم برادران عزیز من از طریق اینترنت و از زبان برادران میشنویم که میبینیم بسیار بسیار مردهای خیرخواه خیلی زیادن. الله مهربان شما را حفظ کنه، خدای مهربان مالهاتون با زیاد کنه. برادرها در سوره سبا آیت 39 خدای مهربان چی میگه؟ میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. برادرای عزیز، خدا میگه همون مالهایی را که شما در راه من صاحب دستگاه و دکان نبودین، شما صاحب اینقدر کار و فر نبودین و خدای مهربان که برای شما این مال داد، ببین همون الله چونده در دستان میتون. زنده هاست پیامبر نازنین هم قسم خورد که والذی نفس محمد بیادی، قسم بر آن خدایی که جانم در دست اوست، ببین ما نقصت صدقتون من مال، قسم بر خدا که کسی اگر احسان میکند، خیر میکند، هیچ وقت مالش کم نمیشود. زنده هاست وقتی خدا ما را وعده دادیسته، پیامبر وقتی وعده دادیسته، برادرای عزیز و گرامی، کارهای شما بسیار خیری هست، این کارهای شما بسیار نیکی هست و بسیار راه بهترینی را برای خودتان برادرای عزیز انتخاب کردین. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوال کردند، گفتن ایو صدقه اعظم اجرا، ای پیامبر نازنین
کدام صدقه بهترین صدقه است؟ ببینید پیامبر چی گفت؟ ان تصدق و انت صحیح شحیح. وقتی که گفتن تو مال و ملک در دست خودت، انمون حالت در وقتی به دست خودت میکنی. ببین حتی در دوم چی گفت؟ گفت تخش الفقر و تأمل الغنا. حتی میگه در فکرت همین خیلی سخنها میآید که من این قدر مبلغی را که جدا میکنم، مقصد $10,000 $20,000 برای برادرایی که امروز بیکارند، برای برادرایی که امروز دست نارسند، برای برادرایی که امروز محتاجند، من این $20,000 $50,000 را برده احسان میکنم یکی کمبغل نشم. پیامبر میگه در ذهنش اینها میآید یا از مال من اینها کم میشود، یکی مبادا پگاه بی پول نمانم. میگه این وسواسه شیطانی است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند به اینها اهمیت ندین، از این در بالاتر بهتر الله و پیامبرش تو چی وعده کرد؟ تو سخن الله و پیغمبر بگیر. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، خدا برکتتون تید. دیروز مرا برادرم مخصومی نصرت الله از نوسیبیرسک هم زنگ زد. گفت در حق یک جمعیتی که قریب 80 نفریم ما جمع شدیم و مردمی که در امروز خانه ها نشستند، یعنی ما دستگیری کردیم، احسان کردیم و انشاءالله من از او برادرایی که در اون شهرها هستند آگاهی دارم و در هر جا که شینم من الله مهربان همیشه دعا میکنم که خدا او برادرای ما که خیلی برادرای با غیرتند، خیلی برادرای هستند که هر کس در راست اونها گمانهای نیک دارد، خدای مهربان باز هم مالدارشون کند، باز هم ثروتدارشون کند و این خیر و احسان ها و این غیرت هایی را که اونها پیشه کردن خدای مهربان همیشه در عوض این عمر دراز و ایمان کامل شون تید. انشاءالله من در حق همه برادرای، نه تنها نوسیبیر بلکه برادرایی که امروز میبینیم در هر گوشه های شهرهای بیرون از تاجیکستان مردم در مال تقسیم کرده استند دست. من یک قصه را برای شما میارم برادرای عزیز، شما بعد در برابر این یعنی برای یک عبرت انشاءالله که شما خدا خواهد فهمیش زیادم دارین، الکی فهمیش نمیداشتین، توفیق نمیداشتین، اینقدر مبلغای زیادی را دستگیری برای مردم صرف نمیکردین. میگه یک نفری بود برادرها به نام طلحه ابن عبیدالله، این صحابه پیامبرمون بود. میگه یک نفر پیش آمد و گفت حضرت من قرض دارم، بسیار حالم تنگه، کمکم نمیکنی، یاردم نمیکنی. برادرات نفری را که نمیشناسد نمیداند، چخیلی که شما هم نمیشناسید نمیدونین دستاشون گرفتیستین. میگه گفت سعد ابن ابی وقاص پیش من فیراد کنین. آمد گفت همون زمینی که من داشتم شما 90,000 دیرم و نقد کردین، همون زمین اگر پول تیار باشد بیار مرا پول به زمین بگیر. میگه پول سعد ابن ابی وقاص آورد، طلحه ابن عبیدالله همون 90,000 دیرم در پیش همین آدمی که احتیاجمند بود، قرضدار بود، در پیش گذاشت. میگه این مردک این پولی کلان دید، برادر از میگه در جاش نشست گریه کرد. گفت چرا گریه میکنی؟ مقصد از این دم بیشتر قرض داری؟ گفت نه، گریه من بر این است که حیف بر همین خاک، حیف بر همین زمین که تو بر این جوان مرد گو میخرد نابود میکند. یعنی شما گفت خدا شما را عمر دراز اتیاد که شما دیرتر داخل این خاک شوین تا این غیرت و این مثال جسارتی که من در تو میبینم. برای این خدای مهربان برکتتون تیا برادرای عزیز، راههای همین صحابه ها برای ما و شما درسه. انشاءالله شما با این خیر احسانتون نه تنها آخرتتون میخرین بلکه شما حتی عمرتون باقی باشد اگر در عوضش الله مهربان میگه من بر شما مال میتونم. پیامبر نازنین گفتن که ای حضرت پهلوان امت من کی است؟ گفتن شما فکر نکنید که پهلوان امت کسی است که یک آدم پشت در خاک میمالد، یعنی با طریق بازوی، با قوت، با طریق زوراوری و در زمین میغلطاند. پهلوان امت من او کسی هست که او غضبش را فرو میبرد. گفتن حضرت سوال دیگر، کی را به اولاد میگن؟ او شما فکر نکنید که آدمی که فرزند ندارد
فرزند و یا به اولاد میگن، یعنی گفتن کسی که اگر از پیشش فرزند از او اگر دنیا را پدرود نگفته باشد و یا به اولاد میگن. مقصد فرزندای خورده که از ما گذرد برادر عزیز، در او دنیا که برای ما و شما شفاعت کننده میشوند، زین لیاز گفت کسایی را که فرزنداشون پیشتر نگذشته است اینها را به اولاد میگن. سوم گفتن فقیر کیست؟ پیامبرمون گفتن که شما فکر نکنین آدمی که مال ندارد فقیر است. گفت کسانی که در دنیا مال داشتند ولی در آخرت در دنیا احسان نکردن، خیر نکردن، روز قیامت که اینها مقصد هیچ ثوابی ندارن، اینها را فقیر، اینها را مسکین های روز قیامت میگن. انا این حدیثی که در همه کار صبر کنین، خدای مهربان برای شما اجر و همیشه ان شاء الله برای شما پاداش میتید. و القرآن حجت لک او علیک. پیامبر گفت قرآن حجت است از برای تو یا بر تو. معناش این است که اگر به قرآن پیروی کردی، بین ان شاء الله قرآن هم روز قیامت بالای تو شاهد و شفاعت میکنه. لیکن اگر نکردی این قرآن بر زیان تو است. در دام گفتن کل ناس یغدو، نفسش برادرای عزیز دیگر در اختیارش است، یا مقصد در راه درست یا در راه نادرست صرف کردنش، یا مقصد حرکت کردنش. ان شاء الله اینم نزد عقلی او است. هر کسی که یعنی سحر میخیزد تا بگاه هیچگاه راه خطا راه نادرست انتخاب نمیکند، ان شاء الله نشانه عزیز و گرامی. اینجا من صحبتم را تمام میکنم، زیرا که فکر میکنم قریب 40 دقیقه، اگر چنده که این حدیث ساعت ها را طلب بکنه، ولی همون گفتی عزیزای خدا یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیشی کور است. برای آدم انشاءالله با فهم همون یک اشاره شدش کفایت میکند. از خدای مهربان دعاگوی و غریبین، شما با مسافرین در حق این مردم تاجیکستان هم دعا کنیم و خدای مهربان شکرگزاری میکنیم که امروز در ملک ما این بیماری نیست برادر عزیز، و همه را میبینین در چهرهاش یک تبسم های، در مردم میبینی یک خرسندی های. امروز شکر خدا میکنیم که بین در همین حاضره وقتی که هستیم قرار داریم، اکثر مسجدها را بینین در ازبکستان، در قزاقستان، در دیگر ملک ها بسته شدند، لیکن در ملک ما رفتن نماز جمعه خوانده استیم، 5 وقت ها را خوانده استیم. الله را بسیار سپاسگزاری میکنیم که این هم یک لطف خدا است، این هم یک مرحمت خدا هست که امروز در ملک ما برادر عزیز و گرامی از همین مشکلات، از همین سختی وجود ندارد. شما با مسافرین دعا کنین با در حق این مردم هم که ما از اینجا در حق شما دائم برادر عزیز دعاگو هستیم و خدا خواهد خیلی که وعده کردم روز سه شنبه برادران عزیز از ساعت 9، همین 9 که در همین تاجیکستان ما قرار داریم، این از ساعت 9 ساعت من برای شما بیشتر از 40 دقیقه صحبت داشتم. انا چی سوال هایی که باشد برادرای عزیز در همین شبکه‌ای که از من برآمد کردم شما روان کنین. خدا خواهد من هفته آینده از روز سه شنبه از ساعت 9 ممکن تا یگان ساعتی با شما در سوالهاتون پاسخ میگردانم. خداوند در پناه رحمت و عصمتش نگهبانتون باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.